ана хо хесим куака фақат фикри пула амин ҷои кор гуфтестем фақат асаб омада амин ҳар як тройка қабул намекунад фикр мекунам ки меун кор ё ки не من وقتی که ای خوب خستم فکر میکنم که من اکم ای خونه فکر و پیش میکنم اهم خونه حاویه من که فکر من همینه فکر ندارم خودم همین فکر نمیدونم خیلی برای چی کار میکنم فکر میکنم که یک شرکت کار میکنم از پس ریسک روزی یکم ریسک روزی یا برامو آینده پسرها رو فکر میکنم خمس زندگی چی خیلی اولیک ما که انسانی رو خدا من فکر میکنم که چی خیلی امروز زندگی پیش بره تمام دیگه وقتی که از سحر از خواب میخوازی خیلی درباره زندگی فکر میکنی که امروز زندگی از دیگر روزا بهتر میشه یا نمیشه سلامتی فکر میکنم نخشود که همین توضیح مردن بی عذاب میره آی خون نخسته فکری همین چی عقیده ما که یکم زمین هم یک 3-4 ساعتی خیلی یکم برای گلک مادر زندگی کنیم جا زیاده از 20 نفر زیاده موقع ما هم فکر میکنیم آیا امیدیان آیا نمیدیان ما هم خدمت کردم همون یک اندیواری شدم با کسلی دوچار شدم کجا رفتم من نمیدونم دستگاه پرزیدنت مکتوب می‌نویسم که آیا قبول میکند نمیکند اینا که نمیدونم ما از شهر سراوشان خواجگی دیخانه دوم 3 نفر ما با کار جمعیت شهر دوشنبه پایتخت آمدیم این سحر از خواب خواستیم فکر کردیم که امروز کارم تیزتر بود کنیم و بازگشت کرد پیش فرزندام و اولام رویم از سحر خواب میخوام آرزو میکنم که تنجی باشه آرامی باشه زندگی ما خوش و خرسند بگذره سویت باشه که گرم شیم بودکمون کسل نشن همه از سلامتی همه بکنم برای همین مملکت ما زندگی سالمی بودکای البته پیش از همه درباره اون که اون نقشه‌هایی که برای امروز ترتیب دادن نقشه‌های کاری که فعالیتی هم در مؤسسه هم عموما در حیات زندگی اجرای عملی اونها با مقصد میرسه اونایی که همون نقشه‌ها اجرا میشن یا نه وقتی که با سحر میخوازیم اول با عبادت خداوند مشغول میشیم بعد با فکر درس اومدن میکنیم من در فکر میکنم که آیا همین روز مثلا من از این جهت علم یگون میشود یا نه مثلا میخوازیم اول فکری فقط عبادت بعد فکری یگون 2 صفحه کتاب خوندن بعد فکری کار